بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران برنامه سفره دل. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنم، معذرت خواهی بسیار زیاد ما رو به خاطر اینکه ما در دو برنامه گذشته، 2 هفته گذشته نتونستیم خدمتگزار شما خوبان عزیزان باشیم، بپذیرید. برنامه آخری یعنی هفته قبلی رو آماده بودیم، همین جایی که الان نشسته بودیم با حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که در خدمت شما خوبان عزیزان باشیم، اما مشکل فنی داشتیم و در پخش از فرستنده اصلی و مرکزی ما دچار مشکل شدیم که حتما خودتون تصاویر رو شاهد بودید و تایید کردید صحبت ما رو. و در برنامه قبل از اونم که جناب دکتر تشریف نیاوردن و ان شاء الله الان پاسخ خواهند داد که چرا تشریف نیاوردن و از این بابت ما رو بسیار معاف بکنید و بسیار شرمنده پیش شما عزیزان. بسیاری از دوستداران سفره دل گله کرده بودن که ما جمع شده بودیم با جمعی از دوستان و آشنایان و خانواده نشسته بودیم تا برنامه رو ببینیم، اما حالا منتظر باش که برنامه الان شروع میشه. وقت برنامه تموم شد و شروع نشد. ما معذرت میخوایم از همه شما دوستداران برنامه سفره دل. امیدواریم که انشاءالله دوباره تکرار نشه این حکایت و تلاش خودمون رو میکنیم تا حدی که به هر حال توانایی ما باشه که انشاءالله این مشکل تکرار نشه. در خدمت شما هستیم. الله رو سپاسیم به خاطر اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت و به همراه شما خوبان و سروران باشیم در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. و الحمدلله که جناب دکتر هم تشریف آوردن و اینجا نشستن. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود در برنامه امروز و ادامه موضوعات هفته گذشته، هفته‌های آخرین برنامه ما در هفته‌های گذشته. در ابتدا من از طرف خودم و به نمایندگی از همه شما خوبان و سروران خیلی مقدم عرض می‌کنم حضور جناب دکتر رو و عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی ممنون، لطف دارید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و هم خدمت بینندگان عزیزی که واقعا دلمون براتون تنگ شده بودیم. 2 هفته‌ای در محضر شما عزیزان نبودیم. به هر حال برنامه سفره دل خب ما مردم رو تشویق میکنیم به ازدواج‌ها و آسون گرفتن در مسائل ازدواج و زندگی رو شیرین کردن. خب این حرفا رو هم داره که برخی از عزیزان به خصوص در محیط دانشگاه احیانا بخوان که ما در خدمتشون باشیم و دلهایی رو بر سفره دل جمع کنیم و خانواده ها و بنیانهایی رو تشکل بدیم که الحمدلله در این سفر کوتاهی که داشتیم برخی از عزیزان به سر سفره بخت نشستند و به هر حال از محضر شما دور بودیم اما بر سر سفره دل بودیم. در میدان عمل شروع کرده بودید به کار عملی. الحمدلله، یعنی عزیزانی از دانشجویان رو به عقد هم در آوردیم و انشالله که همیشه خوشبخت باشند و سعادتمند. انشالله که همه عزیزانی که آرزوی ازدواج دارن و دم بخت هستن به آرزوشون برسن، به بختشون برسن، سعادتمند بشن. احمد جان میگه تبریک هم بگید از طرف احمد خودم و همه تبریک میگم خدمت همه عزیزانی که جناب دکتر در محفلشون حضور داشتن و همه غیر از اون عزیزان دیگری که در طول این هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته ازدواجشون صورت گرفته و رفتن خانه بخت و ازدواجشون رو آغاز کردن و زندگیشون رو آغاز کردن. درباره ازدواج صحبت می‌کنیم با همراه شما عزیزان در برنامه‌های گذشته و موضوع بحث خواستگاری و دوره نامزدی رو صحبت کردیم. قرار بود که در اولین برنامه‌ای که داریم باز ادامه بدیم موضوع رو و الان در خدمت شما عزیزان باز این موضوع رو ادامه خواهیم داد با بحثی که در جامعه ما بسیار پررنگ و خیلی از خانواده ها هم در ظاهر حالا نه در واقع هم از این حکایت رنج میبرن. بحث ریخت و پاش های قبل از ازدواج هست که انشاءالله در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. جناب دکتر ریخت و پاش های قبل ازدواج خیلی جاها میگن که عرف و رسم جامعه است و هر جامعه‌ای برای خودش یک سری عرف‌ها و رسم‌هایی هم داره. شما در کل اگر بخواید در این باب صحبت کنید اصلا از کجا شروع می‌کنید؟ یک قیل و قال زیادی هست و دنیایی هست که حرفای زیادی برای گفتن داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. قضیه ازدواج و به اصطلاح تشکل خانواده خب یک نیاز هست و یک آرزو، هم برای جوونا و هم برای خانواده ها. قضیه عرف و به اصطلاح ریتم زندگی این رو ما درست میکنیم و عاقلانه هم هست، عقل هم اقتضاش میکنه که ما در مسائل ازدواج و در مسائل عموم مسائل زندگی رو شیرینش کنیم، نه اینکه تلخش کنیم. وقتی میایم عرفی رو میذاریم، حتی در عرفمون سعی میکنیم اون عرف برای شیرین کردن زندگی باشه. اما متاسفانه چون که به اصطلاح شنیدیم که یخ میخورند اما نمیدونیم چه وقت میخورند، میایم چیکار میکنیم؟ همین عرف رو بلای جان خودمون میکنیم. فکر میکنیم که ما به اصطلاح یه روندی رو پیش میریم که باعث موفقیت میشه، اما متاسفانه باعث شکست میشه. ببینید اینی که ما ارزش و قیمتی خودمون رو در چی میبینیم. خیلی وقت هاست که ما این رو درک نمی کنیم، گم میکنیم خودمون رو. این دنیا رو خداوند متعال مسخر کرده برای چی؟ برای ما انسان ها. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. همه این دنیا و آسمون ها همه از جانب خداست، مسخر شده برای توی انسان. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام یه چیزی رو عملی کنم، وظیفه آسمون ها و زمین و ماه و ستارگان و درخت و همه اینا هست که در مسیری که من حرکت میکنم، میخوام چیزی رو عملی کنم، با من همگام باشن. اما وقتی که من اومدم خودم رو مسخر کردم برای دنیا، شدم من برده، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی که من بخوام عملیش کنم دقیقاً برعکسش صورت میگیره. من میخوام که مردم رو خوشحال کنم، یه راه و رسمی رو پیش میگیرم که این راه و رسم مخالف خدای من هست. خب گمان میکنم که با این راه و رسم به خوشبختی و سعادت میرسم، که این امکان نداره. خداوند متعال ما رو طوری برنامه ریزی کرده که ما یک راه مثل حرکت یک قطار هستیم. فقط یه ریل هست و اون هم ریل اسمش هست صراط مستقیم. و ما هم میترسیم که نکنه از این صراط مستقیم بریم کنار، اگر رفتیم تو دره افتادیم. واسه همین هر لمحه زندگیمون میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. درسته یا نه؟ بله، ما رو بر راه راست نگه داره خدا. یعنی چی؟ یه ریل هست و اون ریل هم به طرف خداوند میره. سعادت در همینه، راحت حرکت کردن در همینه. از این ریل یک کم رفتیم کنار، افتادیم تو دره. چه دیگه؟ خارج میشیم کنن از مسیر. آفرین. الان همین حکایت هست که ما در مسیر زندگی اگر بخواهیم سعادت رو از غیر از خدا، از غیر صراط مستقیم بخواهیم، هرگز به اون نمیرسیم. واسه همینه که خداوند متعال به هیچ نعمتی در دنیا این اجازه رو نداده که بتونه من انسان رو خوشبخت بکنه. پس الان ما یه ریخت و پاشایی که در خود زندگی داریم. ببین مفهوم ازدواج رو ما هنوز خیلی همون نفهمیدیم. البته فهمیدنش هم آسون نیست. خود خداوند متعال میگه که فقط افرادی که عقل دارند و شعور دارند میفهمند. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. ازواجا یعنی تکامل پیدا نمی کنید. این از نشانهای قدرت خدایانی که برای شما از نفس خودتون، از نشانهای قدرت و عظمت الهی است. یعنی وقتی در قرآن کریم یک سیر کوتاهی میکنیم، سریع و سیر، ببینیم چیزایی رو خداوند متعال از نشانهای قدرت و عظمتش میشناسه، بهش اشاره میکنه که واقعا چیزای خیلی بزرگن. و من آیاتی چی هست؟ این سماوات و الارض، کون و مکان واقعا از آیات الهی است. بله. عظمت داره. شمس و قمر از نشانه های عظمت خداست. یعنی از بس این بزرگه و از بزرگه، ما خالقش پی میبریم. از نمیدونم شب و روز از نشانه های خداست. این عظمت اینها رو ببین. مثل همین عظمت قضیه ازدواج هست.
به همین عظمت هست، به همین بزرگی هست. و من آیاتی، از نشانه ها و معجزات دلالت بر عظمت خداوند اینه که شما انسان ها رو تکامل بخشید در ازدواج. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. برای چی؟ این ازدواج چه صورت میگیره در این ازدواج؟ لتسکنوا الیها، که در اینجا شما آرامش پیدا کنید. یعنی قبل از ازدواج آرامشی وجود نداره، افراد در یک بحران هستند و این بحران با مرور زمان بحرانی تر میشه، شدیدتر میشه. این بحران در محیط مختلف اجتماعی شدیدتر میشه. اگر محیط مثلا یک محیطی هست که در اونجا به اصطلاح جنس مخالف زیاد با هم سر کله دارن، یک محیطی هست که نمیدونم فیلم‌های برهنه و نمیدونم اینا زیاد هست، محیط آزاده، یه محیطی که به اصطلاح یک محیط درگیر، آزاد نیست، یک محیط بی بند و بار. در یک محیط بی بند و بار هستیم، این بحران بحرانی تر میشه. در هر صورت میبینیم که این افراد، یعنی شما الان ببینید یه جوون 30 ساله، چه دختر باشه چه پسر، این جوون مشکل روحی روانی داره، حتما اگر ازدواج نکرده حتما مشکل داره. حالا این نسبتش چقدر هست باید اطرافیان تشخیص بدن. واسه همینه که افرادی که در ازدواج تأخیر میکنن، به خاطر همین بلاهایی که برای خودمون ساختیم اسمشو گذاشتیم عرف، این افراد تا به اصطلاح عمرشون بالاتر میره به همین اندازه نیاز دارن بعد از ازدواج افراد حکیمی اینا رو خوب مواظبت کنن، چون که در این مرحله درصد طلاق خیلی بالاست. چرا؟ چون که دو تا آدم آن نورمال روانی، حالا این لفظ رو نمیخوام استفاده کنم اما باید بگم، گفتید دیگه. این افرادی که به اصطلاح در محدوده 30 سال دارن ازدواج میکنن هر دو طرف روانی هن. چرا؟ تأخیر کردن، با یک فطرت الهی در ستیز بودن. حالا چرا تأخیر کردن؟ اینا که ما جامعه در حقشون کوتاهی کرد. جامعه در حق اینها واقعا ظلم کرده. خب اینها با یک بحران در داخل خودشون در جنگ بودن، نمیتونستن به اون به درمانش برسن، درمان جلوی روح بود. خب لتسکن آرامش پیدا نکردن. الان ما میخوایم آرامش پیدا کنن. یک انسانی که یک مرحله ای از بیماری رو گذرونده، ما بخوایم که درمانش کنیم نیاز هست یک دوران نقاهتی بگذره. یک دوران نقاهتی رو باید بگذره. این دوران نقاهت باید با اینها طی بشه. افرادی که به همه خانواده ها، به همه عزیزان در جامعه توصیه میکنن، افرادی که در ازدواج تأخیر میکنن حداقل 1 سال باید خوب مواظبشون باشیم، باشون رفت و آمد کنیم، باشون از مشکلاتشون بشنویم، بذاریم درد دل کنن، بذاریم حرف بزنن، بذاریم خودشون رو خالی بکنن. خب تو بعضی چیزایی که مثلا نیاز هست بهشون مرتب آموزش بدیم، بهشون تذکر بدیم، مرتب بگیم مثلا برنامه سفره عیدی که ما یک برنامه کامل داریم، اینها رو همه رو مراجعه کنن، شخصیت خودشون رو بفهمن، شخصیت طرف مقابل رو بفهمن، این بحران رو در خودشون تشخیص بدن. که ما واقعا حالا نمیگم که شما بهشون بگیم شما روانی هستید، اما باید بهشون یک گوشزدی بکنیم که شما آن نرمال هستید. یک سری مواردی رو باید بیشتر دقت کنیم. خیلی. و خانواده‌ها باید کمکشون کنن و الا درصد طلاق در این مرحله خیلی بالاست. حالا این ظلم اجتماعی است. لتسکنوا الیها صورت میگیره و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. و بین شما مودت و رحمت یعنی عشق. اینا اهداف ازدواجه. اهداف ازدواج باید عشق باشه. عشق کی ساخته میشه؟ قرآن میگه عشق بعد از ازدواج ساخته میشه. پس قبل از ازدواج ما عشقی نداریم، ما مودت و رحمت قبل از ازدواج نداریم، ما وهم داریم. این احساسی که در دل هست قبل از ازدواج، این احساس علاقه و محبت و شیفتگی و دلتنگی و پریشان شدن، مضطرب شدن، دل بستن، این عشق نیست؟ آفرین. این چی هست؟ این بیانگر همون نیاز هست. هم به اصطلاح دختر ما هم پسر ما یک نیازی داره. خب در این مرحله میبینیم که خوابای زیاد میبینه. بعضی از عزیزان میگن که من خواب فلانی رو دیدم، من چیز رو دیدم. ببینید خوابا نتیجه چه هست؟ من تشنه باشم خب آب خواب میبینم، آب خواب میبینم دیگه. این آتشه، این یه نوع آتشه. این آتش باعث میشه که من جهت‌دهی بشم.
من به طرف جنس مخالف میل پیدا کنم، یه نفری چشم منو گرفت به طرف اون بیشتر میل پیدا کنم، چون احساس نیاز میکنم. چون احساس نیاز میکنم. من دارای یک بحران هستم، من تشنه آرامش هستم. الان این میلان، خب این یه آتشه، این عشق نیست. چون که ما به اصطلاح آتش راهی است برای رسیدن به عشق، ما فکر میکنیم که این عشقه. به همین خاطر که وقتی دست پیدا میکنیم ظاهرا اکثر این مواردی که ما اسمش تو جامعه ما میذارن عشق، بعد از اینکه به هم دیگه میرسن، حالا چه قبل ازدواج چه بعد ازدواج، بعد از یک مدت کوتاهی میبینیم که ازم جدا میشن و میگن ما به دردم نمیخوره. چرا؟ چون که عشق نبود. اگه عشق باشه اصلا جدایی امکان پذیر نیست. دیگه آتشی بود که برطرف شد، دیگه طرف احساس نیاز نمیکنه. احساس میکنه که عشقش خراب شده. دقیقاً. خب یه لیوان آب بالا کشید، تموم شد، سیر شد، دیگه حالا نمیخوره. یه لذتی رو تجربه کرد، احساس کرد که دیگه نیازی بهش نداره. این به اصطلاح غریب به اتفاق ازدواجایی که با این آتش که عشق به اصطلاح تصور میشه در پیش عزیزان نوجوان نپخته، این غریب اتفاقشون به طلاق میکشه. پس اینجا عشق نبود، عشق ساخته میشه بعد از ازدواج. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در قضیه ازدواج باید فکر کار بکنه، سنجش کنه، بزرگ به اصطلاح سبک سنگین کنه، بعد حرکت کنه. چون که در قضیه ازدواج قضیه روابط اجتماعی گسترده تر از روابط یک فرد و فرده. واسه همین در قضایای ریخت و پاشای قبل از ازدواج همه فامیل دارن نقش دارن و متاسفانه تنها دو کسی که میخوان این نقش کم رنگ تر بشه و حرفشون به حق تره، داماد نامزد داماد هستن. غالبا در این محیط ها میبینیم که داماد و دختری خانومی که میخواد ازدواج کنه، اینا هی میگن که بابا ساده بگیریم، یه برنامه ساده بگیریم، تموم شد رفت. اما اطرافیان میگن نه، آبروی ما میره، نمیدونم شخصیت ما خورد میشه، نمیدونم یه حرفای این چنینی. خب تا چه حدی اینو میشه اعتبار داد جامعه کنه؟ الان این موضوع هست، ریخت و پاشای ما داریم که حالا انواع و اقسام مختلف داره، شکل‌های مختلف داره، خیلی‌هاش دیگه به چندین مرحله میرسه. آیا این رو به عنوان این که مثلا اگر خانواده میگه من انجام ندم، به هر حال اعتبار من زیر سوال میره، مجبورم با وجود اینکه دلمون نمیخواد ولی چیکار بکنیم؟ عرف جامعه از خانواده طرف میگن ببین چقدر خسیس بودن، ببین اینا چقدر گدابازی در آوردن، اول زندگی اینجوری شروع کردن، آخرش چی میخواد باشه. و شاید کسی بگه اگر من این کارو انجام ندم نمیخوام انجام بدم، ولی اگر انجام ندم، مجبوراً انجام ندم، تبعاتش بیشتر خواهد بود تا اینکه الان اینو انجام دادم. این یک نوع وهم هست. انجام ندون چه تبعات داره؟ هیچ. مردم چون حرف میزنن، خب بزنن. خداوند دو تا گوش واسه چی به ما داده؟ یکی واسه شنیدن، یکی دخولیست، یکی خروجی. حرفای بیخود رو بندازیم بیرون. ببینید ما وقتی که یک کاری رو میکنیم باید ببینیم که چرا این کار رو میکنیم. اگر ما خودمون رو درک کنیم، میفهمیم که قیمت ما، ارزش ما در جامعه، پیش خودمون، پیش همه، بنا بر اساس اون ارزش هایی است که ما عملاً اجرا میکنیم، نه بنا بر اون چیزی که تو چشم مردم هست. اگر ما خودمون رو ببندیم، گره بزنیم به چی؟ به خواسته های مردم. اگر ما مقداری آب بنوشید راحت تر فکر کنم ان شاء الله بتونیم موضوع رو صحبت بکنیم. ما در موضوع بحث، حالا شما صحبتتون رو تکمیل کنید که من چند نمونه از مواردی که در بحث ریخت و پاش ها داریم بیشتر باید صحبت بکنیم دو جزئیات. شما صحبتتون رو تکمیل کنید که من نمونه های رو ذکر بکنم. تا جایی که ما خودمون رو گره بزنیم به خواسته های مردم، به همون اندازه ما چی میشیم؟ ما اسیر مردم میشیم. بله، اول میگه چای بریز. ما چی میشیم؟ برده میشیم. بله. اونا چی میخوان مسیر ما رو تعیین میکنه. خب میشه خیابون رو بستش، اما نمیشه دهن مردم رو بست. بله. هر چه ما بکنیم برای دست آوردن رضایت مردم،
اون چی که صورت میگیره کاملا برعکس اون هست. چرا؟ چون این حرف رو شما شاید خیلی شنیده باشید که من خیلی سعی میکنم فلانی رو خدمتش کنم، نمیدونم به دستش بیارم. خانم‌ها اینو حرفو زیاد تکرار میکنن، آقایون احیانا تکرار میکنن که برای خانمم هر چه خواستن انجام دادم. خب اما در مقابل همیشه کفران نعمت میکنه. من خوبی میکنم، اون بدی میکنه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که من خوبی رو میکنم به خاطر رسیدن به سعادت یا به خاطر خدا نمیکنم. من خوبی رو میکنم به خاطر چی؟ به خاطر راضی کردن فرد. و چون این تصنعی هست، یعنی یه دروغ هست، یه نفاق هست، انعکاسش چی میشه؟ برعکس اون میشه. اون نتیجه که من میخوام نمیگیرم. خداوند متعال چی میفرماید؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من از دیگران چی میخوام؟ اخلاص میخوام، محبت میخوام، احترام میخوام. باید اخلاص بدم، باید محبت بدم، باید احترام بدم. اگر من از دیگران نمیدونم احترام و شخصیت و جایگاه میخوام، در مقابل بهشون چی بدم؟ بهشون یک ریخت و پاشایی بکنم، یک نمیدونم برنامه ها و نمیدونم دعوتی ها و اینا بگیرم، خودم رو زیر فشار ببرم، خودم احساس میکنم که این کاری که میکنم درست نیست، رو خودم رو خانواده‌ام فشار میاد، قرض و قرضه میگیرم. انعکاس این چی میشه؟ انعکاس این اون میشه که این افراد میگن واقعا بدبختی ها، بدبخت تو که نداری چرا همچنین میکنی؟ بیچاره چقدر فرک زده است ها، رفته قرض و قرضه گرفته، یه مهمونی راه انداخته، این چون ریخت و پاش کرده. یکی نیست که به اصطلاح بگه که عجب کار خوبی کرد. خب اگر کسی اینو جزئی از احترام، نوعی از احترام رو به طرف مقابل بدونه چی؟ امکان نداره. ببینید حتی اگر من بگم که من دارم، من بگم من خوب دارم، من یک آدم ثروتمندم، وضع اقتصادیم خیلی توپه، میخوام برای دخترم یا برای پسرم یه برنامه آنچنانی بذارم، فشار اقتصادی رو من میاد؟ نه میاد، من دارم. اما یه مورد دیگه هست و اون چیزی که حق جامعه هست. یه حقی جامعه داره، یه توانی من دارم درست، اما یه حقی جامعه داره. جامعه از حقش نمیگذره. حق جامعه چی هست؟ ببینید من یه ریخت و پاش و یه برنامه بزرگی گذاشتم برای به اصطلاح یک ازدواج شاهانه برای دخترم. تو این جامعه چقدر دخترایی هستن که الان دارن این ازدواج رو میبینن، این جهیزیه‌ای که من دارم رو میبینن، این مهریه‌ای که من میگیرم رو میبینن، آقا پسرها، خب دلشون میشکنه، میگن که پس ما نمیتونیم به ازدواج در بیاییم مگر این کار بکنیم. عرف رسم میشه دیگه. من دارم یه رسم میسازم، من دارم یه قیدی رو میذارم تو گردن جامعه. الان چی میبینم؟ نفرین میبینم، دلهای شکسته میشه، آهای از سینه ها بر میاد. این آها زندگی من رو خواهد سوزون. ببینید امروز داشتم فکر میکردم وقتی میومدم استودیو که ببینید در جامعه عربی قبل از اسلام چقدر قضیه ازدواج پررنگ بود. برای فخر فروشی و سر صدا ها و بریز به پاشو. بعد از اسلام چقدر زندگی ساده شد. تا جایی ساده شد که یه روز میلیاردر مدینه کی بود؟ عبدالرحمن ابن عوف اومده کلاس بالا، جستی، عطری، گود کلونی دیگه اصلا مد روز بود دیگه. مد روز اومده مجلس پیامبر خدا. پیامبر احساس کردن بچه بوی، عبدالرحمن ماشاءالله ژیگولی، چقدر تیپ زدی. یا رسول الله ازدواج کردن. به همین سادگی، هیچ که خبر نشد.
با اینکه محیط فضای مدینه اون روز هم انقدر شهر بزرگی نبوده دیگه. الان مسعود نمی فعلی. الان ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی می‌فرمایند؟ فرمودن اولم ولو بشات، یه مهمونی بده برای یه گوسفند. برای یه گوسفند. به کی دارن میگن؟ میلیاردر مدینه. به میلیاردر مدینه. یعنی انقدر این ازدواجی که انجام داده سیدنا عبدالرحمن ابن عوف انقدر ساده بوده که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که به اصطلاح امام المرسلین خبر نشد از این کار. خب ببینید چقدر مهمه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین شخصیت روزشون و انسانی که خداوند اون رو به عنوان الگوی یه بشریت انسان کامل انتخاب کرده، سردار مدینه هم که هست. بله. الان اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخوان که مثلا یه مهمونی را بندازن، بگن سعد، بگن عبدالرحمن، بگن عثمان میلیونر، دوستان رو جمع کنین دور هم یک مهمونی، چه کمترین چیزی که عثمان بکنه چیکار میکنه؟ شطور میندازه. 100 تا شطور سر میزنه. بله افتخارم هست. افتخارم میکنه. بیشترین ازدواج هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن، ولیمه بیشترین ازدواج های پیامبر گوشت توشون نیست. جالبه نه؟ این مراسم خود ازدواج داریم صحبت میکنیم، قبلش نه. خود مراسم اصل مراسم هستن. یعنی چی؟ قبلش که اصلا هیچ چیزی وجود نداره. اصلا قبلش چیزی به اسم ریخت و پاش قبل ازدواج وجود نداشت. وجود نداره. خب الان ما اومدیم چیکار میکنیم؟ ما میاییم یه توق رو گردن خودمون میندازیم، مراسم حنابندان. حنابندان که دیوره قبلش مراسم عقد داریم، مثلا اولش مراسم عقد داریم. مراسم عقد داریم و نمیدونم افراد رو جمع میکنیم. من چند تا اینجا نوشتم که یادم نره. مراسم رختبوری که یک مراسمی که حالا برای عروس و داماد غالبا لباسی پارچه‌ای درست میشه و لباسی آماده میشه و عروس خانم لباسش آماده است. برای افتتاح لباس عروس خانم یک عده باید بیان مهمونی بگیرن، آقا داماد هم باید مهمونی بگیرن که اینا تازه لباسشون آماده میشه. حالا چند از لباس؟ 50 تا. اینا من از اینا رو همه من آنچه که پیش من هست، من یک لیستی رو آماده کردم از دوستان از مناطق مختلف، اتفاقا از مناطق مختلف برای چه افغانستان چه ایران، و یکی از دوستان این اشاره کرد 50 دست لباس در جهاز عروس گذاشته میشه. حالا 50 دست لباس اینو میخواد چیکار کنه؟ شاید میخواد بره فروشگاه لباس بزنه بعد دیگه. فکر کنم حتی همینش کم مونده دیگه. خب حالا این 50 دست لباس جای خودش، خب نمیدونم چقدر زیورالات، شیرینی خوری، محفل مردانه و محفل زنانه. حالا همون به اسم عقد بعضی جا اسمش میذارن شیرینی خوری. یه محفل مردانه داره، یه محفل زنانه داره. بعضی جاها که باز وقتی که عروس و داماد تازه میرن خواستگاری، هنوز عقد هم صورت نگرفته، حالا بعضی وقتا به بعضی مناطق ما تو افغانستان مثلا یا تو شرق ایران نخ و سوزن رد و بدل میکنن و تو این محفل هم باز یک میهمانی میگیرن. و باز محفل دیگه که ما داریم باز بحث همین محفل به اصطلاح نامزدی. چندی پیش خب من با خیلی از عادات و رسوم عزیزانمون در منطقه حداقل فارسی نشین هم آشنا نیستم. ما رو دعوت کرده بودن، یه محفلی بود و عزیزانی حضور داشتن و من فکر کردم که این به اصطلاح محفل ولیمه است و ازدواج صورت گرفته. اونجا یه چیزی هم بود که خوشم نیومد البته، که بعد از همین برنامه خب شیرینی خورونی بود، شامی بود و بعد به هر یکی از مهمانان یه نمیدونم هدیه دادن. خب حالا ما هم گرفتیم نمیدونستیم توش چیه، دیدیم که بعدش توشه که نمیدونم چارقد است، یک حوله است، اونم حوله دستدوز. حوله دستدوز خیلی قشنگ، این دستمال کوچولویی که دستمال دستباف. بعد نمیدونم توش یه مقدار شیرینی و از این حکایت ها بود. بعضی احیانا جورابی هم میگذارن تو سری چیزی هم توش هست، شیرینی هم. حالا بعدش روز بعدش و 2 روز بعدش شاداماد رو دیدم. خب تبریک گفتم و دیدیم که لاپ لوچاش همچین آویزونه مثل شطور لباش افتاده رو زمین. چه خبر؟ میگه هیچی. بابا چه خبر از خانه از خانواده مبارک ان شاءالله. تو اصلا چرا آفتابی شدی؟ حداقل یه مقداری غیبت میزد. تا یک ماهی. مگه چی شده؟ مگه ازدواج نکردی؟ میگه نه. پس این برنامه چی بود؟ میگه این تازه نامزدی بود.
عقدم نه، هنوز عقد نکرد. هنوز عقد جای خودش داره، نمیدونم این قضایی حنابندون داره، رختبری داره، رختبری داره و نکات اینجا. یک چیزی که جالب بود برام جناب دکتر بعد پوزش، توی بعضی از مناطق البته فارسی زبان ما عقد کرده داماد هنوز نرفته خونه خودش و ازدواجم نکرده، الان فاصله بین عقد تا ازدواج، حالا خدا نکنه که چند سالم طول بکشه، نمیشته بودن. گفتن دوستان که توی عید حالا قربان عید فطر است، عیدی بردن به خانه عروس و حتی قربانی بردن، یعنی قربانی خونه پدر عروس رو باید داماد برداره با خودش ببره و در مناطقی گفتن که حالا مثلا در افغانستان کابل و شمال کابل و گفتن که حتی ماهی میبرن. جالبه که خیلی ماهی یک دیس برمی‌دارن ماهی میبرن و شیرینی میبرن و با اینها برخی از مواردی هست که ما یعنی اینها عرف شده جناب دکتر. خب عرف یعنی شده درسته، اما الان ما بیایم ببینیم آیا این اصلا شرعاً درسته؟ این هنوز ازدواج صورت نگرفت. اینو قبل ما اخذ بسیف الحیا، این اصلا چیزیه که با نمیدونم شمشیر حیا از مردم تو رو درواسی قرار میدن، ازشون میگیرن. این باج گرفتنه. این اصلا نه ارزش اخلاقی داره و چون که ارزش اخلاقی نداره، چون که از ته قلب نیست، چون که اخلاص نداره، همیشه باید انعکاسش برعکس باشه. این کارو کرد برای چی؟ چون میخواست به اصطلاح مثلا میگن که آقا اینو برای محبت کرد. در این موارد امکان نداره محبت صورت بگیره، کدورت صورت میگیره، نمیدونم ناراحتی ها بیشتر میشه، فاصله ها از هم بیشتر میشه. ببینید دو نفری که با هم محبت دارن، عشق دارن، عزیزن، هر دو نفری باشن، این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که و با گناه اینها از هم فاصله میگیرن. این طبیعت فطرت روابط انسانی است که دو نفری که با هم عزیزن اگر دیدن دلاشون از هم دیگه داره دور میشه، بگردن که عیب کار در کدوم گناه هست. من گناهی انجام دادم یا طرف مقابل یا هر دومون. میخوایم برگردیم، صیقل دادن قلب ها، پاک کردن گناه هست. الان ما داریم به سیف حیا گردن طرف رو میکنیم که نمیدونم چون من به اصطلاح میخوای جزئی از خانواده من باشی، واسه من قربانی بیار، واسه من هدیه بیار. این هدیه نشد، این رشوه شد، این باج گرفتن شد. خب نمیدونم واسه من ماهی بیار که من کوفت کنم. خب چی میشه نتیجهش؟ نخواهیم که دیگه نتیجهش بهتر از این بشه که کدورت ایجاد بشه. حتی در مراسمی که میهمانیایی که گرفته میشه در این فاصله بین نامزدی و عروسی، برخی از مناطق ما متاسفانه این رسم هست در به هر حال سرزمین ما که به لغت به هر حال این سه کشور افغانستان و تاجیکستان و ایران، که داماد وقتی که میخواد بره اونجا کل مصاریف و تکالیف حالا قربانی و ماهی و این شیرینی‌ها که به جای خود طلا هم باید ببره. میهمانی اگر برگزار شد که خانواده عروس دارن میرن، از طرف خانواده داماد چیزایی گرفته میشه به عروس داده میشه، به اون عروس دومی هستن که مثلا اینو خانواده فلانی آوردن و خرجش هم باید داماد بده طبیعتاً. و هدیه گرفتن ها، طلا خریدن ها، لباس خریدن ها، همین ها مواردی هست که واقعا برخیش جناب دکتر واقعا هزینه این ریخت و پاشای قبل از ازدواج ها رو اون حنابندون هنوز ما بهش نرسیدیم. اون که تازه یکی دو شب قبل از ازدواج صورت میگیره، نسبتا میشه گفت جزء مراسم ازدواج است. اینها تو این فاصله مراسم بعضی وقتا نگاه میکنیم که این خرج ها از خود اصل خرج عروسی خیلی بیشتره جناب دکتر. نتیجهش این میشه، میبینید خداوند متعال از طیبات خوش میاد و طیبات رو به ما اصلا امر کرده که بخورید. کلوا من طیبات ما رزقناکم. این رزق و روزی واسه شماست، حلال برای شما، خوب و برای صحتتون، برای زندگیتون درست شده، بخورید. کلوا من طیبات ما رزقناکم اما ولا تطغوا فیه. طغیان نکنید. طغیان این چی؟ یعنی تجاوز از اون حد معمولیش. پرخوری تجاوزه، حرامخوری تجاوزه، به زور از مردم گرفتن تجاوزه، نمیدونم با رو درواسی از مردم گرفتن تجاوزه. اینا همش
رو درواسی دیگه. اینا همش یه عرفی هست که ما گذاشتیم به نام عرف، داریم از مردم باج میگیریم که طرف چه غلطی میخواد بکنه، میخواد بیاد مسئولیت دختر من رو به عهده بگیره، از دوش من این بار تربیت دخترم رو، مسئولیت دخترم رو بگیره، بشه فرزند من. حالا که میخواد همچنین حرکت خوبی رو در حق من بکنه، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. قاعده کلی این هست که این طرف که میاد میخواد فرزند من بشه، من این رو به آغوش میگیرم، کمکش کنم، من براش هدیه بخرم، من قضیه ازدواجش رو به اصطلاح تا جایی که در توان دارم آسونش کنم. خب من میام برعکس این انجام میدم. و هل جزاء الاحسانی الا الاحسان. اگر خوبی کنیم جزاش، پاداشش حتما خوبی است. اما اگر خوبی نکردیم، بدی نکردیم، انعکاسش برعکس دیگه، طبیعی است. خب ولا تطغوا فیه. اگر طغیان کردیم، این کارا رو کردیم، به میل و عشق خودمون رفتیم، به طیبات که خداوند گفته عمل نکردیم، چی میشه؟ فیحل علیکم غضبی. خشم الهی بر شما خواهد اومد. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. کسی که خشم الهی زد، عصای خدا صدا نداره، اگه زد هم دوا نداره. اگر خشم الهی بر کسی افتاد، فقط هوا، یعنی افتاد به زمین، کمرش به زمین میفته، سعادت نمیبینه. امکان نداره. قضیه ازدواج یه قضیه بسیار بسیار ساده و بسیار مهم هست. بنای یک خانه است. اگر ما خشت اول رو کج نهادیم، تا ثریا رود دیوار کج. قدیما شاید تا ثریا میرفت شما دکتران که تا 6 متری بیشتر نمیره، چپه میشه دیوار. چپه میشه یعنی چی؟ یعنی چند ماه بعد دیگه قضیه طلاق هست. قدیما خب حداقل این کارا رو نمی‌کردن. ازدواجا ماشاءالله پربار بود، نمیدونم 10 تا بچه بودن، در الحمدلله آمار طلاق اصلا استثناءً صورت میگرفت. خیلی نادرن، خیلی نادر میشنیدیم که کسی به اصطلاح زنش رو طلاق داده، خیلی کم. اما الان چی؟ الان من اتفاقا عجیب بود برام جناب دکتر، جایی شنیدم که در ترکیه عده‌ای از اتباع ایرانی جشن طلاق گرفته بودن. این جشن خب این چی هست مثلا؟ این دلیلش چی هست؟ این یه نوع به اصطلاح صدمه نفسی هست، یک نوع به اصطلاح قضیه روانی هست، به این صورت که طرف طلاق اصولا این جشن‌ها رو کی میگیره؟ خانم ها میگیرن غالبا. قضیه اینجاست که به اصطلاح زن وقتی پتک میخوره تو سرش، یه مقدار وقت میگیره تا بفهمه که چی شد. اولش میاد خودش داد میزنه اگه مردی منو طلاق بده. خب وقتی که طرف طلاق هم میگیره اصلا باورش نمیشه که واقعا طلاق شد یا نشد. بعد تو همین سرگیجی هست، یه مدتی واسش طول میکشه تا میبینه که واقعا طلاق گرفتن. اونجاست که دیگه میزنه زیر گریه و پشیمون میشه و نمیدونم ای کاش نمیشد، نمیدونم با همه عیب و ایرادایی که اون مرد داشت، به هر حال یه سایه بالای سری بود، درسته معتاد بود، درسته نمیدونم فلان بود، از این کم و کاسیا داشت، بد اخلاق بود، فلان بود، اما به هر حال پدر بچه هم هست و از این حرفا. بعد از اون چی؟ وقتی میبینه که چی به اصطلاح این پتکه واقعا خورده تو سر، راه برگشتی هم نیست، میخواد که اعتباری که از دست داده رو کسب کنه. احساس میکنه که تو چیشا خورد شده، احساس میکنه که همه دارن یه جوری نگاش میکنن. اینجاست که میاد یه جشنی دروغینی میسازه، افرادو چی میکنه، یعنی میخواد بگه که من بودم که رهاش کردم، من از این به اصطلاح اتفاقی که افتاده خوشحالم. این یک نوع به اصطلاح کسب اعتبار دروغین از برای خودش. طبعا چون که اساسا همیشه دروغ، خود آدم با دروغ خودش رو گول میزنه، طرف مقابل امکان نداره که گول بخوره. طرف میاد یه لبخندی هم میزنه، به هر حال جشن هست، شادی هست، باش میرقصه، اما تو دلش میگه واقعا خودتی.
خیلی ممنونم جناب دکتر علامت الله، همه ما و امت ما رو و جامعه ما رو از این مشکلات و از این مصیبت ها نجات بده. اجازه بدید میام برنامه همراه شما عزیزان ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما خوبان در مورد ریخت و پاش های قبل از ازدواج صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. و حق خویشاوندان و بینوا و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف مکن. به راستی که اسراف کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين
أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع ریخت و پاش‌های قبل از ازدواج. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو میتونید از راه‌های مختلف ما در میان بگذارید درباره موضوعات مطرح شده درباره سفره دل و همچنین سوالاتی که در این مورد اگر سوالی دارید و بسیاری از عزیزان سوال‌هاشون رو برای ما ارسال کردن از طریق SMS، از طریق واتساپ، تلگرام، از طریق پیامگیر صوتی شبکه جانب صالح و صفحه ما در فیسبوک صفحه سفره دل میتونید انشاءالله با ما در ارتباط باشید. سوال، نظر، پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان رو حتما در برنامه مطرح خواهیم کرد و قابل ملاحظه خواهد بود. ریخت و پاش‌های قبل از ازدواج، هدایا و به هر حال آنچه که با طیب خاطر و عدم طیب خاطر داده میشه، میهمانی ها، مراسم ها، هر اسمی که براش بگذاریم، هر چیزی که بر فاصله بین خواستگاری و ازدواج، مراسم ازدواج صورت میگیره و هر انتظار و توقعی که از طرف خانواده عروس و یا خانواده داماد از یکدیگر هست در معنای ریخت و پاش‌های قبل از ازدواج مد نظر ماست و در این باب داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم که آیا واقعا نیازی هست این موارد باشه. آیا برخی مواقع واقعا انسان دلش به درد میاد وقتی که میبینه خانواده محترمی یک شبانه روز، دو شبانه روز، صبح تا شب زحمت میکشن و اصلا کل خانواده، مادر خانواده، دخترهای خانواده، مردهای خانواده دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، خرج میکنن، این رو درست بکن، اون رو درست بکن، تخم مرغ پس کن، نمیدونم غذا بپز، اینو درست بکن، اونو درست بکن، نمیدونم اینو گل بزن، اونو روش دیگه هدایای درست بکن که چی؟ که یک رسمی است که این جزئی از 10 رسم قبل از ازدواجه که باید اجرا بشه و این همه برده میشه خانواده داماد یا داده میشه به خانواده عروس که بشینن و فقط چند تا عکس یادگاری بگیرن، بگذارن این طرف، بگذارن اون طرف و گیر بدن به مدل پیچیده شدن گل این یکی، گیر بدن به رنگ اون یکی، گیر بدن به طعم این که پخته شده و آخرش هم که چی میخواد بشه و آخرم هدف چی از این کارا؟ چرا باید این کارا رو ما باید بکنیم؟ خانواده عروس و دامادی که میشناسن هم دیگر رو، که قرار شده با هم وصلت بکنن، که قرار شده این فرزند اون باشه و اون دختر این خانواده باشه، چه نیازی هست که ما اینقدر خودمون رو زجر بدیم؟ چرا؟ که مردم چی میگن، که چشم مردم اینجوری دیده، که عرف جامعه است، که رسمه، که بده، که زشته، که عیبه. اینها رو چرا ما این کارا رو داریم انجام میدیم؟ چرا خودمون با دست خودمون برای خودمون مشکل میسازیم؟ چرا خودمون داریم پولمون رو که با عرق جبین پدر، برادر و یکی از دوستان خانواده و حتی دامادی که داره عرق میریزه، میبینیم جوری چشممون داره میبینیم که داماد آینده خانواده ما داره کار میکنه، کارگری داره میکنه، زحمت داره میکشه و به سختی داره پول در میاره و نمیتونه، داره قرض میکنه، داره از این ور میگیره، از اون ور داره میگیره، هنوز زندگیشو شروع نکرده و این قرض ها رو داره میگیره میاره که چی بشه؟ برای چی؟ به چه نیتی؟ به چه هدفی؟ چرا این کار داره میکنه؟ جا داره که کمی درباره این مسائل صحبت بکنیم. من امیدوارم که عزیزانی که به هر حال صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن آزرده خاطر نشید از صحبتایی که مطرح میشه، چه عزیزانی که به هر حال طرف خانواده عروس هستن، چه بزرگوارانی که طرف خانواده داماد هستن. هر دو گروه باید قدم برداریم، باید تلاش بکنیم این سنگ ها، این گردن ها رو از راه
مسیر ازدواجی که هدفش رو جناب دکتر اشاره کردن که ایجاد محبت و الفت و مودت و عشق هست، اما می‌بینیم متاسفانه حداقل در فاصله بین نامزدی و ازدواج و چه بسا بعد از اون، اینها همه مقدماتی برای خیلی از مشکلات بعد از ازدواج، این احساس ایجاد نمیشه بلکه سبب ناراحتی و کینه و کدورت و دوری و چند دستگی میشه و می‌بینیم بارها داماد وقتی که از این ریخت و پاش‌ها خلاص میشه دیگه اصلاً به سمت خانواده عروس نگاه نمیکنه و یا برعکس اگر ریخت و پاش از این طرف بر خانواده عروس تحمیل میشه باز همین اشکال پیش میاد. جناب دکتر ریشیابی اگر بکنیم مشکل اسبابش کجاست؟ چرا ما تن میدیم به این ریخت و پاش‌ها با وجود اینکه ظاهراً اعتراف میکنیم که خوب نیست؟ یه نقطه‌ای رو شما اشاره فرمودید که وقتی این کارا رو میکنند میگن که اگر نکنیم عیب هست. این برمیگرده به ضعف در تربیت خانوادگی که ما متاسفانه این مشکل رو داریم. مادران عزیز این مشکل رو دارن. از کوچیکی بچهش رو وقتی میخواد یه چیزی بهش یاد بده میگه این کار رو بکن یا این کار رو نکن که عیبه. معیار برای بچگی چه هست؟ معیار برای بچگی چشم مردم هست. بچم اینو نپوش که تو چشم مردم عیبه، این کارو نکن که تو چشم مردم عیبه. خیلی راحت بگم این افرادی که این طور بچه هاشون رو بار میارن اینا دارن به بچه هاشون میگن که ای بچه من مشرک باش، خدا رو نشناس، چشم مردم خداته. خیلی بده. این اصلا بچه رو داغون میکنه. ببینید کدوم آدم عاقل است که بره الان برای شما کفش بیاریم زیر کفشتون یه متر یه وجب یه میخ بذاریم بگیم آقا سلیمانی بفرما این کفش رو بپوش برو تو بازار، میری؟ مگه مغزم تاب داره این کار رو؟ اما برو تو بازار میبینی که خانم‌هایی هستن که کفشی رو اینچنینی پوشوندن را میرن نمیتونن خودشون رو توازنشون رو حفظ کنن. کل پزشکان میگن آقا به اصطلاح پاشنش مشکل خواهد پیدا کرد، زانوش خراب خواهد شد، کمرش مشکل پیدا خواهد، همه اینا رو میگن اما به خاطر چشم مردم این کارو میکنن. قدی چند سانتی بلندتر دیده میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خدا شده چشم مردم. پس مهمترین چیزی که باعث میشه افراد بیان تو همچنین هچلای خودشون رو بندازن چی هست؟ ضعف ایمانی. نشناختن خدا، نشناختن اینی که من انسان ارزشم بر قیمتم رو خداوند معین کرده و خداوند منو اشرف المخلوقات آفریده و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه قاعده کلی گذاشته که ای بنی آدم تو از همه خلائق پیش من عزیزتری، روح الهی در تو دمیده شده و تو الان چی هستی؟ در یک مسابقه هستی برای ثابت کردن تقوات. پس اینجا تنها کسی که برای من مد نظره خوشنودیش، رضایتش چشم خداست نه چشم مردم. اگر من خدام رو راضی کردم چه اتفاقی میفته؟ من خدام رو راضی کردم، خدا من رو به دوستی گرفت، چه اتفاق میفته؟ جبریل رو صدا میزنه، حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که ای جبریل من فلانی رو دوستش دارم، دوستش داشته باش. جبریل اهل آسمونا رو صدا میزنه که ای اهل آسمونا خدا فلانی رو به اسمش، فلانی فرزند فلانی، فلانی فلانی زاده، خب فضل حق سلیمانی اسمش، خداوند اسمش رو میبره از بین این خلایق. ببین چقدر شرف بزرگیه. خیلی عظیم اینه. از آسمون صدا میاد که ای زمینیان خداوند فلانی رو دوستش داره، دوستش داشته باشید. چه اتفاقی میفته؟ فیوضع له القبول. همه جامعه اون رو احترام میذارن، برای همه جامعه هیبت داره، شخصیت داره، جایگاه داره، جایگاه اجتماعیش 20. خب عکس این مورد اگر بشه، داد خداوند صدا میزنه جبریل رو که جبریل من فلانی رو دوستش ندارم، دوستش نداشته باش.
جبریل به اهل آسمون ها میگه، اهل آسمون ها به زمین میگن الان این فرد در چشم تمام خلایق، نه تنها در چشم بنی آدم، حتی گوسفندی که اون رو میبینه تو چشم گوسفنده همین خورده، شخصیت نداره. الان با این کارا ما نمیتونیم شخصیت بسازیم. هرچه ما با خدامون قرب باشیم از خدامون، از برنامه درست زندگی، از سادگی، از فطرت فاصله بگیریم، به همون اندازه ما از چشم مردم میفتیم. ببینید انسان بسیار آدمی که بسیار فقیر هست، این گونه تصرفات نشانه چی هست؟ نشانه فقر. فقر چی هست؟ فقر نیاز هست، احتیاج هست. یه فردی احتیاج داره، مثلا احتیاج و نیاز و فقر رو ما اشتباهه که با مال و ثروت بسنجیم. معنی وسیع‌تری داره. خیلی هست افرادی که میلیون ها و میلیاردها پول تو حساب بانکیشون هست، اما حتی در به اصطلاح استفاده از مال فقیرن، خسیسن. این فقیره. زن و شوهری هستند که بهترین امکانات رو دارن با همه عشق و علاقهشون، اما بچه ندارن، فقر بچه داره. این انسانی هست که بزرگترین به اصطلاح وضع حالش توپه، اما فقر صحت داره. کسی دیگه هست که فقر فقدان شخصیت داره، خودش رو گم کرده، میخواد که با این تصرفات خودش رو به دست بیاره. آیا امکان داره؟ هر چیزی که ما ببینید انسان فقیر با انسان غنی با قناعتمند فرقش چیه؟ فقیر اینه که به اصطلاح فکر میکنه هرچه به جسدش، به جسمش، به این ریخت و پاشاش بیشتر برسه ارزشش بیشتر میشه. در مقابل به ارزش‌های اخلاقی، حقوق جامعه، رسیدن به فقیران و به مستمندان، کمک کردن به دیگران، احساس درد دیگران، اینها پیشش کمرنگه. این انسان فقیری هست و هر چه بیشتر به این ریخت و پاش ها برسه به همون اندازه فقرش بیشتر میشه. فقر، این تشنگی، یه تشنگی بسیار خطرناکی هست. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد یه مورد فقرش میفرمایند که اگر برای یک انسانی لو کان لابن آدم وادیان من الذهب، 2 دره طلا این داشته باشه، سومیشو میخواد. یعنی سیر نمیشه چشم آدم، چشمش سیر نمیشه. چشم تنگ دنیا دوست رو یا قناعت پر کنه یا خاک گور. ما میبینیم خیلی‌ها که مثلا میلیارد دلار داره طرف، روز و شبش همش در حال سفر از این کشور به اون کشور برای تجارتش، به در حالی که اگر همین طلاها رو 6 نسل بعدش هم استفاده بکنه بازم کم تموم نمیشه. اما حاضر نیست، همین شخص حاضر نیست که مثلا به یک فقیری، به یک مستمندی کمک کنه. این لذت دادن در راه خدا خیلی لذت داره. همین روزا یه اتفاق زیبایی در غزه افتاد. یه بنده خدایی از اهل خیر امارات اومده بود و یه ازدواج، برنامه ازدواجیش بسیار راه انداخته بود، ازدواج جماعی، گروهی، دست جمعی رو به ازدواج در اومد. این دست جمعی ها رو چطور انتخاب کرده بود؟ همه معلولانی که رژیم صهیونیستی وقتی که به اصطلاح غزه رو بمباران کرد چی کار میشد؟ خب یکی دستش رو از دست میداد، یکی پایش رو از دست میداد، یکی معلول میشدن. همه یک به اصطلاح عدد بسیار بزرگی از معلولین رو به ازدواج در آورده بود. حرکت زیبایی است. تصویرش بسیار واقعا آدم میبینه کیف میکنه که دختر خانومی هست دست داماد رو گرفته. حالا یه دامادی هست که 2 تا پا نداره، یکی هست 1 پا نداره، یکی هست دست نداره، یکی هست نمیدونم یه معلولیت خاص دیگه داره. ببین چقدر زیباست با یک برنامه. خب حالا من وضع مالیم خوب هست، میخوام پسرم رو ازدواج بدم، میبینم تو خود منطقه ما 10 تا جوون دم بختن. مشکلشون چیه؟ ندارن. حالا چه اشکال داره که من بیام یه برنامه بذارم، 10 تا جوون دیگه رو هم بذارم همراه پسرم، یک ازدواج گروهی خزینه شو من برداشت کنم. اگر من چنین کردم، ببین امکان داره که همچنین انسانی که چنین کاری رو کرد امکان داره که در زندگیش به اصطلاح شکست بخوره؟
کلا هرگز. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اعتکاف در اسلام چه جایگاهی داره؟ عبادت بزرگیه نه؟ خیلی. حالا من بیام معتکف بشم در مسجد النبی که نماز برابر 1000 تاست. 1000 تاست، یعنی اعتکاف هم برابر 1000 اعتکاف. 1000 اعتکافه. حالا نه 10 روز اعتکاف، نه 1 ماه اعتکاف، 2 ماه اعتکاف بشینم چقدر ارزش داره؟ هر رکعت نمازی که میخونم، هر تلاوتی که میکنم، هر عبادتی که میکنم 1000 برابره. الان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لئن اخرج فی حاجت اخی، اینی که من بیام برم برای رفع نیاز یک مؤمنی از مسجد بیرون شم، برم در پی حل مشکلی گره یک انسانی رو باز کنم، واسه من عزیزتره، با ارزشتره از اینی که 2 ماه بشینم اعتکاف در مسجد النبی. اگه انسان قدرشو بدونم. اینی که ما فقه عبادت رو مشکل داریم. آقای محترم این ازدواج چی هست؟ این اصلا برنامه ولیمه‌ای که میذارید برای ازدواج چی هست؟ حکمش شرعاً حکمش چیه؟ سنته. فرض نیست. آقا من ولیمه نمیدم، من یک نمیدونم خواستگاری رفتیم، یک عقدی کردیم، زن و شوهر شدن، برید دنبال کارتون. یه سنتی رو من ترک کردم. این سنت اصلا این سنت یعنی عرف. این عرفی که سنت شده اینه که یک برنامه به اصطلاح یک مهمونی بذاریم، دوستان خبر بشن که مثلا این ازدواج کردن. فقط اینه که دوستان خبر بشن، نه بیگانگان اصلا از موضوع خبر ندارن. همین دور و بری ها بدونن که آقا فلانی خونه فلانی رفت و آمد داره، امر خیریه، اینجا به اصطلاح ازدواج کرده. فردا اگر دیدن که نمیدونم فلانی با دختر فلانی دارن جایی سفر میرن، تو جایی دیدنشون، دیگه شک و شبهه تهمتی چیزی نباشه، خانمشه تموم شد، قصه تموم شد به همین سادگی. اون وقت ما میاییم این همه روی خودمون، روی خانواده ها، روی نمیدونم جامعه فشار میاریم، خودمون رو تو دردسر میندازیم، طرف مقابل رو دردسر میندازیم. خب تو دردسر نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش کدورت میشه، نتیجهش نمیدونم از همدیگه متنفر میشیم، نتیجهش اینه که احساس میکنیم اون دامادی که اومد ازدواج کرد مجبوره بیچاره همه این عرف رو طی کرد، آخرش اومد چند میلیون زیر قرض. الان تو رو خدا وقتی که به اصطلاح طرف میاد میگه که آقا قرضمو بده، چقدر این خیلی سنگینه برای انسان. نه خب چطور، با چه دیدی الان اون پدر خانومش، خانواده خانومش، اطرافیانی که اون رو مجبور کردن این کارا رو بکنه؟ خب همین فشاری که سر این شخص میاد رو یک نفری رو مقصر میدونه طبیعتاً، که میره اول آخرش همه اینا رو متوجه فلان میدونه، فلانی میدونه دیگه. از همه اینها زده میشه، نمیخواد اینا رو ببینه، متنفر میشه ازشون. حتی از زنش که میبینه بابا من راحت بودم و هیچ این قرض و قرضا رو نداشتم، واسه همین زنه این همه مصیبت ها. پس ببینید قضیه ضعف ایمانی که اینجا هست، قضیه ضعف فرهنگی که ما متاسفانه داریم و این تربیتی که به صورت مشکل تربیتی که اگر مادرها از ابتدا بچهش رو به جای عیبه با قضیه حلال و حرام آشنا میکردن، بابا این کارو نکن خدا ناراحت میشه، این کارو بکن که خدا دوست خواهد داشت، این کار نه اینو خداوند حلال کرده، این عزیز من این برای واسه توه، بخورش، این کارو بکن. ببین در همین برنامه ازدواج، در همین مهمونی ها افراد جامعه رو ببین چطوری هن. مهمونا آقا اومده لباس سفید یا لباس نمیدونم یا رنگ دیگه، کتش، شلوارش، نمیدونم فلانش، کفشش، جورابش، همه چی رنگ، عینکش، موبایلش، خانم ها از روسری و نمیدونم موگیر و نمیدونم فلان و الان و همش یه از رنگ آرایش ها و مدل و خب حالا تصور کن که یه آقایی اومده همه چیزش سفید گرفته، یادش رفته کفش سفید بخره، یا خانمی کفش سیاه پوشیده، کفش غیر از رنگ جوراب و لباس پوشیده، ست نیست با هم. الان چیکار میکنه؟ احساس میکنه که راحت نیست، احساس میکنه که داره راه میره همه چیشا به کفششه. در مقابل در همون مهمونی ببینیم یه آقا پسرکی اومده
لباسشو کنده انداخته، لخت با یک پوشک داره تو همین مهمونی جست و خیس میزنه، مادرش هم متوجه نیست. ببین این پسر چون که چشم مردم براش مهم نیست، چقدر شاده. مادره وقتی دیدش چقدر پریشانه، چقدر پریشان میشه. چرا؟ مگه این پسر کار بدی کرد؟ نه، چشم مردم میگن ای. مادره الان خجالت میکشه دست بچه رو بکشه، مردم میفهمن که مادرشه، میره خودش پنهان میکنه. اون طرفه اومده نشسته هی اینطوری میکنه که چی؟ کفش دیده نشه، که کفش دیده نشه، که کفش رنگش سیاهه و اینکه کفش هم کفش نوعیه. الان ببین ما خودمون رو برده چشای دیگران کردیم. این ضعف فرهنگی یا ضعف تربیتی رو باید از ابتدای کار مادرها باید درمان کنند که بچه رو اصلا با چیزی به نام عیب آشنا نکنن، با چشم مردم آشنا نکنن، بذار آزاد باشه. با چی آزاد کنن؟ با چی آشنا کنن؟ با حلال، با حرام، با این که این چیز باعث خوشنودی خداوند میشه، خداوند دوست خواهد داشت. این چیزو نکن که نکنه از چشم خدا بیفتی، خدا تو رو بسیار دوست نگیره ها. و این مسائل و یه مورد اینی که مثلا جهل فرهنگی که ما داریم، یک نمیدونم جهالتی که در جامعه است، باید اینها فرهنگ سازی بشه. اینو چطور فرهنگ سازی کنیم جامعه؟ الان ما یه مشکلی هست که این مشکل ریشه داره در سالهای گذشته. اینجا که شما اشاره می‌فرمایید مثلا بحث تربیت زن و به هر حال مادر برای فرزندانش، الان دیگه فکر نمی‌کنید که الان وقت ازدواج، الان اینو به هر حال از الان برای سالهای آینده ما باید مد نظرمون باشه که فرزندمون وقتی می‌خواد در سالهای آینده ازدواج بکنه از الان به فکر تربیتش باشیم. ولی الان بچه در دوره نامزدی هست، پسر یا دختر، و خود داماد بعضی وقتا میخواد، خود عروس بعضی وقتا میخواد، یا اینا نخوان، خانواده طرف مقابل یک خانواده نخواد، خانواده طرف مقابل میخواد. اینا رو چطور مشکلش رو حل کنیم؟ این ضعف فرهنگی خانواده مقابل رو چطور حل بکنیم؟ خیلی وقتا یکی از دو طرف میخواد، طرف مقابل کوتاه نمیاد. این راه حلش چیه الان ببین یه نقشی که اینجا باید خیلی پررنگ باشه و متاسفانه این عزیزانی که به اصطلاح مسئولن غافلن. ببینید همه افراد فهمیده جامعه مسئولیت دارن در قبال جامعه. این فردی که الان معلم منطقه است، این فردی که نمیدونم دعوت شده به این مهمونی، به خاطر چی دعوت شده؟ تو که اصلا خیششون نیستی. به خاطر اون وجاهت اجتماعی که کسب کردیم. این وجاهت اجتماعی یه نعمتی هست که خداوند به شما داده. این افراد، حالا امام مسجد باشه، نمیدونم سال خورده باشه، عزیز باشه، فهمیده منطقه باشه، معلم باشه، هر کسی که هست، همه این افراد وظیفه دارن که وقتی این برنامه دعوت میشن قبل از برنامه به همه این عزیزان گوشزد بکنن که عزیزان این ریخت و پاشا رو نکنید، این نصیحتشون بکنن. اگر حرفشون نرفت شرکت نکنن. میگن که پس وقتی که شما میخواید که این طوری به اصطلاح جامعه رو داغون کنید، ما حاضر نیستیم که در این شرکت کنیم. این یه نوع فشار آوردنه. تصور کنید که طرف میخواد یه برنامه به اصطلاح اصلا افتخار میکنه، یکی از افتخارات برنامهش اینه که آقای سلیمانی، آقای نمیدونم مولانا دهقان، مولانا انصاری اینا رو دعوت کرده، این که از افتخارات خودش حساب میاره. الان این عزیزان اومدن گفتن که اگر شما چون این برنامه رو اجرا میکنید، خب این چون که فشار میاره روی جامعه، این پیامدهای بدی داره، ما متاسفیم نمیتونیم در این برنامه تو شرکت کنیم. یه نوع فشار میشه، اونا هم به خاطر اینکه این عزیزان رو راضی کنن کوتاه میان. این واجب این عزیزان هست. یه موردی دیگه، خود این افراد وقتی که آگاه میشن، یه تربیت عملیش چطوری هست. آقا بیا چشاتو ببند، تصور کن که شما یک ازدواج کاملا بدون ریخت و پاش ساده این رو اجرا کردی تو خونتون، نه تالاری، نه نمیدونم این ریخت و پاشا و نه همینا. چه میشه؟ خب چشاتو بستی، آله فلانی میگه که بخیل، فلانی میگه که بی شخصیت، فلانی میگه که غذای مردم رو میخوره خودش غذا نمیده. خب گفت بعد چی شد؟ بیا خودتو وزن کن. چند کیلو کم کردی؟ هیچی نشد.
گفتند و رفت. حالا اگه بگن، اما نه، اگر ما کار درست بکنیم مردم نخواهند گفت، چون مردم به اصطلاح الکی به اصطلاح زورشون اومده، خودشون این به اصطلاح تو این درد به اصطلاح داغ شدن. هر کسی که به اصطلاح توی چاله بیفته میخواد همه تو چاله بیفتن تا حداقل کسی به اون بد نگه. اما بقیه مردم خیلی خوشحال هم خواهند شد، چون که شما راه رو برای اونا هموار کردید. اونا فردا بچه‌شون رو ازدواج میدن، خویششون رو ازدواج میدن. حالا خصوص وقتی که این ازدواج در یک خانواده است که دارای وجاهت هستند، دارای یک به هر حال مقامی هستند در جامعه و همه به اینا نگاه میکنن. دقیقاً. و یه موردی که باید مد نظرمون باشه همون حلال و حرام، که این کاری که میکنیم درسته یا نه. بله. در پیشگاه خداوند، در عرف نبوی این درسته یا نه. یه مورد دیگه که بسیار مهم هست و اون اینه که خودمون رو تربیت کنیم و در هر مرحله عمری باید تربیت بشیم. تصور کنید حضرت عمر بن الخطاب خلیفه مسلمان هست، یه روز میاد روی منبر میگه آی مردم، میدونید من وقتی بچه کوچیک بودم خب چند تا گوسفند داشت، همین به اصطلاح خویشای من و اهل مکه به من داده بودن، میرفتم این گوسفندا رو میچروندن، در مقابل به من یه مقداری خرما میدادن، این گوسفندا رو میرفتم میدوشیدم، تمیزشون میکردم، فلانشون میکردم. کسی که نمیدونست حالا بدونه. یعنی چی این حرفا اصلا جای حرفا نبود. چه نیازی بود اصلا اینا مطرح بشه؟ وقتی اومد پایین حضرت عمر تعجب کرده بود که حضرت علی تعجب کرده بود که حضرت عمر چرا همچین حرفی زد. اومد گفت که یا امیرالمومنین تو خیلی خرد کردی ها. گفت همینو میخواستم، هدفم این بود که نفس سرکش خودم رو خردش کنم، تربیتش کنم. تو دلم همینطور اومد که من امیر مؤمنان هستم. خواستم بهش بگم نه، تو اونی، سرکش نشو. منی که الان میخوام ازدواج کنم با این ریخت و پاشا میخوام چی رو ثابت کنم؟ بابا من همون پسر بچه 2 روز پیشی، همون نمیدونم از همون خانواده نمیدونم چی. چرا میخوام که یک شخصیت کذایی دروغین رو به تصویر بکشم، بعد از اون بیفتم باز به چی؟ سر قلتک قدیم با یه عالمه ریخ به اصطلاح قرض و قرضه. من خودم در یک ازدواجی به اصطلاح حالا نرفتی بودیم و بعداً دعوت شدیم و نرفتیم و فرصت نشد، بعداً که به اصطلاح افراد تعریف میکردن یه خانواده کاملا معمولی، وضع اقتصادی بسیار پایین، یه مهمونی گرفته بودن که واقعاً هر کسی که رفته بود بعد از اون فکر کنم حداقل یه هفته نقل مجلس مردم بود که این بدبخت‌ها این پول از کجا آوردن. یک دامادی داشتن در اروپا، همه رفت روی همون داماد، بدبخت اینقدر زحمت میکشه فلان، پولشو فرستاده بود اینا برای خودشون اینجا به اصطلاح عیش و عشرت بکنن فلان. همه حرفای زنا این شده بود، نقل مجلس شده بودن. نشنیدم یه انسان بیاد بگه که دستشون در نکنه، این همه زحمت کشیدن. اینجاست که باید خودمون رو تربیت کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یک در بعضی از آثار اومده یه موارد رو برای تربیت خودمون نشون میدن که آقا مثلا میفرمایند که انسانی که در خیابون وسایل خودش رو حمل کنه این مغرور نیست. یعنی چی؟ یعنی غرور رو بشکن. تویی که نمیدونم پول داری، تویی که نمیدونم 4 تا نوکر و چاکر میتونه واسه خودت بگیری، این کارو نکن. وسایل رو در جلوی مردم حمل کن، همه ببینن که سبد نمیدونم سیب زمینی پیاز دستت داره میری، با وجود اینی که میتونی نوکر و چاکر داشته باشی. که چی؟ خودت رو تربیت کنی. قضیه اینجا قضیه این نیست که نمیتونی بخری، نمیتونی کسی رو کرایه کنی یا فلان کنی. نه خیر، میخوای همون پولی که به اصطلاح میدی به یک عزیز بده، اما خودت هم همراهش یه دسته به اصطلاح سبد خودت بگیر تا خودت رو تربیت کنی. یه چیزی که ذکر میکنن خیلی زیباست. حضرت ابوذر غفاری نمونه خیلی زیبایی است در تربیت. ایشون خب به هر حال از منطقه بود که منطقه اصلا تنش طبقاتیش خیلی حاد بود.
اصلا براش برداشت به اصطلاح آدم سیاه که برده بودن خیلی سنگین بود. حتی وقتی که با حضرت بلال عزیز بود و فلان، وقتی که خیلی عصبانی شد دعواش کرد، فحشش داد، چی گفت؟ گفت این پسر سیاه چرده. خب بعد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون گوشزد کردن، ابوذر انک امرؤ فیک جاهلیه، ابوذر این از صفات ویژگی های جاهلانه است، اینو باید از خودت بندازی بیرون. ابوذر اومد سرشو گذاشت به زمین، گفت با خدا سوگند سرمو بر نمیدارم مگر اینکه بلال بیاد پای سیاهشو اینجا بذاره. میگن به خاطر تربیت خودش رفت یه زن سیاه هم گرفت تا نشون بده که تا خودش رو به اصطلاح بسازه. اینه که ما در یک آزمایش الهی هستیم، در یک سفری به سوی خدا هستیم. این زندگی چقدر میخواد طول بکشه، چرا نیاییم همین ازدواجمون، همه این برنامه‌هامون رو عبادت نکنیم؟ چرا بیاییم زندگیمون رو از به اصطلاح قدم اول بیاییم زندگی بچه‌هامون رو باش بازی کنیم فقط به خاطر چی؟ چشم مردم. عزیز من، هر کسی که چشم مردم براش مهمه و مهمتر از اجرای فرامین خداوند، خیلی ساده رک و پوست کنده بهتون بگم این فرد با یک شرکی در داخل خودش دست به گریبانه که باید ازش خودش رو نجات بده. امیدوارم این با شما نجات بده از این صفت‌های نامناسب. اجازه بدید چند تا از پیام‌های بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم برای پاسخگویی. بیننده‌ای فرمودن من دختری 27 ساله و مجردم، چند سال است که منتظر ازدواجم، اما افسوس که خواستگاری ندارم. شما بگید چیکار کنم؟ نماز و قرآنم هم ترک نکردم و توکل من بر خدا الحمدلله همچنان باقی است. ازدواج یه نعمت الهی است و قاعده یا فرمول رسیدن به نعمت الهی هم خیلی ساده است. یه فرمولش اینه که و من یتق الله یجعل له مخرجا. رابطت رو با خدات بکن و خداوند برات در مقابل این گشایشی میاره. تقوای الهی رو به اصطلاح اختیار کن تا خداوند برات مخرجی بیاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و اون رو خداوند روزی میده از جایی که اصلا در گمانش نیست. اینی که میفرمایند دعا میکنم دعا استجابت نمیشه، این خودش بیانگری این هست که همچنین فردی خدا رو نشناخته. امکان نداره که من دعا بکنم دعا از در پروردگار بگذره و اجابت نگیره. شیطان از شیطان پلیدتر هم هست؟ نه، مطرود رحمت الهی است، اصلا مردود، گم شده. اصلا نماد شر و شرارت دیگه. دعا کرد، خداوند دعاشو پذیرفت یا نه؟ اون که گفت من تا قیامت اجازه بده قبول کرد الله تعالی. دعا کرد، شیطان رو خدا دعاش رو قبول کرد. پس مؤمن رو چرا قبول کرد؟ الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. خدایا منو بذار که تا روز قیامت با اینا رو حسابشون رو برسم آدما رو. خلاص دعا تو پذیرفته شد، رسیدی بی. پس من چطور دعام رد نمی؟ عزیز من، خداوند دعای منو قبول میکنه، اما خداوند اسمش حکیم هست. من همین مدتی که سفر بودم آقا عبدالله میگفت که بابا واسه من یه تفنگ بیار. حالا یه فیلمی کارتونی چیزی دیده بود تفنگ. حالا تصور کنید من براش تفنگ آوردم، یه چیزی خواست، من عمل کردم آوردم، چیکار میکنه؟ روز بعد میزنه مادرشو تاق شهیدش میکنه، میکشدش. اون وقت مردم چه خواهند گفت؟ میگن این پدرش عاقل بود؟ میگن بچه اشتباه کرد یا پدر اشتباه کرد؟ اصلا اسمی از بچه گرفته میشه با اینکه تمام کار بچه کرده. میگن که پدرش حکیم نبود. خداوند حکیم هست. من یه چیزی میخوام، اون چیز قاعدتاً حتما به نفع من نیست. این تصور منه که فکر میکنم به نفع من. پس من باید کار خودم رو بکنم و امید داشته باشم به فرجی که از جانب خداوند هست. و یک فرمول دیگه عملی که ما در قرآن داریم، این رو عزیزان هرگز فراموش نکنند. یک هدیه فرمول موسوی اسمش رو بزنیم، نسخه موسوی. حضرت موسی درمانده بود، رفت جایی نه جایی داشت، نه خانه‌ای نه هیچی. چی کار کرد؟ جیب خالی هم. جیب خالی. فراری هم بود. فراری. هیچ هم نداشت. خب رفت دید که چند تا انسان، چند تا خانم هستند، بعضیشون خیلی خراب، نیاز به کمک دارن، به اونا کمک کرد.
یعنی یک کار بسیار خوبی در حق مستمندان انجام داد. بعدش رفت خلاص، رفت زیر یه درختی نشست، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا دیگه وضع حال منو میدونی، من نیازمند هر خیری از طرف تو هستم، یه چیزی ندارم دیگه، نیاز همه چی دارم، فقیرم برای همه چی، فقر نیاز. کرم خودت دیگه. خب چی شد؟ فجاءته احداهما تمشی علی استحیا. که از همون خانمایی که مثلا بهشون کمک کرده بود، همون دخترها، اومد که این ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. پدرم شما رو دعوت میکنه و میخواد که مثلا یه هدیه، شما در حق ما خوبی کردید، یه هدیه به شما بده. رفت پیش پدره هم خوشش اومد، به به کی هستی موسی، به به پهلوون، چطوری که از دخترامو به عقدت بدم. این یک نسخه ای که حضرت موسی واسه ما پیچید و عملا ما دیدیم عملی شد. پس عزیزان این نسخه رو حتما عملیش کنید. یه بار دیگه دوباره تکرار میفرمایید. وقتی میخوایم که در قضیه ازدواج، اولین مورد اینه که کسب رزق، یه روزی هست، تقوای الهی پیشه کنیم. دومین مورد اینه که یک کار بسیار خوب در حق نیازمندی انجام بدیم، نیاز یک نیازمندی رو برآورده کنیم، بعد دست بپیچیم به سوی خدا و دعا کنیم. اینی که ما مثل اون بنده خدا باشیم که اومد مسجد دعا سرکی زد، همچین زودکی یک دو رکعت نماز در کمتر از یک دقیقه اومد و دعا کرد که خدایا بهشت برین، کمترش هم نمیخوام. حضرت عمر دید گفت ای بابا، مهریه رو ببین و کار رو ببین، طرف هیچ مهریه ای ندادی، این نماز که نبود اصلا و بهشت هم میخواد، این که نشد. خیلی ممنونم. بیننده دیگری فرمودن پسری هستم که احساس میکنم اداره زندگی نمیتونم انجام بدم، به همین خاطر قصد دارم ازدواج نکنم. این آقا پسر واقعا پرتن از زندگی. بله، تا وقتی که شما ازدواج نکنید این احساس در شما پیدا هست، طبیعی است. نه در شما، در هر انسانی که ازدواج نکنه یک احساس یک واهمه ای هست و یک احساس نقص. آیا حتما این بعد از ازدواج برطرف میشه این احساس؟ ازدواج این احتمال لتسکنوا الیها آرامش هست. قبل از اون و من آیات، این یکی از معجزات الهی است. درسته این احساسی که این آقا پسر دارن، این احساس تنها تو ایشون نیست، در هر پسری هست، در هر دختری هم هست. احساس این که شاید نتونم در زندگی مشترک حق و حقوقی که بر من هست رو ادا کنم. احساس اینی که به اصطلاح نتونم موفق بشم، این یه بیماری هست، این یه بیماری ایمانی هست. احساسی اینی که من نقص دارم، نمیتونم خودم رو جمع کنم، اینو هم دخترها احساس میکنن که نمیتونن خودشون رو جمع کنن، هم آقا پسرها. یه به اصطلاح آقا یه دوچرخه هستی با یه چرخ، درست دیگه، تق تق میزنی. کی راست میری؟ وقتی چرخ دیگه باشه. اما اینی که واهمه داشته باشم از اینی که نمیتونم بچرخم، این خیلی خطرناکه. این واهمه یعنی چی؟ یعنی اینی که طرف احساس مسئولیت میکنه، چیز خوبیه، اما احساس میکنه که این مسئولیت رو من تک تنها دارم حمل میکنم، نمیتونم. اما اگر اومد گفت که نه، من با خدام هستم، این مسئولیت خیلی سنگینه، اما چون من خدا رو دارم هیچ غم ندارم. ان معی ربی سیهدین، ربی سیهدین، الیس الله بکاف عبده. وقتی که من خدام رو دارم، الله برام کافیه. الله برام کافیه. اما یادم باشیم، ببین ما مثل ماشین هستیم. ماشین بنزین توش گذاشتی خیلی راحت میره، با بنزین یه مقداری روغن گذاشتی میره، اما چی؟ یه دودی میکنه، توپ توپ توپ، یه صدایی میده و همچین دیگه شهر رو داغون میکنه. اما اگر در جای بنزین آب گذاشتیم، ماشین میره؟ چایی هم نمیده بهمون، راکته. پس اینه که ما وقتی میخوایم حرکت کنیم باید با ایمان درست حرکت کنیم. ما چیکار میکنیم؟ میایم هر غلطی دلمون میخواد میکنیم، ریخت پاشش رو میکنیم، اسرافش رو میکنیم، نمیدونم اسرافش رو کردیم. ان الله لا يحب المسرفين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، انه لا يحب المسرفين، یعنی اخوان شیاطین هستند، مسرف هستند و خداوند لا يهدي المسرفين، خود دوستشون هم نداره، دوستشون نداره، هیچ راه درست رو هم بهشون نشون نمیده. والله لا يهدي القوم المسرفين، والله لا يهدي القوم المسرفين. کسی که اسراف میکنه خداوند راه درست رو، یعنی دیدش
بینشش درست حرکت نخواهد کرد. پس نباید این اسرافا رو کرد، نباید همه اینا. وقتی درست راه رفتیم، یعنی مثل قطار تو اهدنا الصراط المستقیم رفتیم، زندگی خیلی شیرینه، سعادت یه چیز تأمین شده است. ببینید خداوند متعال چی می‌فرمایند: من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد باشی زن باشی مهم نیست. اینی که اول چی مهمه که عمل صالح انجام میدی و هو مؤمن، انسان مؤمن باشی، عمل صالح انجام بدی. ایمان و عمل. عمل صالح که انجام دادی، ایمان داری، زندگی چیه؟ فلنحینه حیاتا طیبه، ضمانت شده براش سعادت و خوشبختی. این وعده الهی است. امکان داره آسمون بیفته رو زمین، امکان داره زمین تیکه تیکه بشه، اما امکان نداره وعده الهی یکم این ورون بر. ان وعد الله حق. ان وعد الله حق. این وعده خداست و امکان نداره، میگم امکان داره که زمین و زمان به هم بخوره، امکان داره که خورشید خاموش بشه، اما امکان نداره که وعده الهی اونطوری که رسم شده، اونطوری که گذاشته شده به هم بخوره. امکان داره تمام قوانین فیزیک و شیمی عوض بشه، اما این قوانینی که الله در قرآنش گفته هرگز عوض نمیشه. امکان نداره. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم جناب دکتر. گرچه سوال‌ها همچنان باقی است، اجازه بدید که چون به پایان برنامه نزدیک شدیم و فکر کنم وقتمون به پایان رسیده، سوال‌ها رو ان شاءالله می‌گذاریم برای برنامه بعدی. عزیزانی که سوالی دارن در باب تمام موضوعاتی که ما در سفره دل مطرح کردیم، از دل مشغله هاتون و دل هره هاتون برامون پیام بفرستید از طریق SMS، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، پیامگیر صوتی شبکه جانب صالح، صفحه ما در فیسبوک، صفحه سفره دل. حتما ان شاء الله سوال‌های شما مطرح خواهد شد و به پاسخون ان شاء الله دست خواهید یافت. جناب دکتر صحبت پایانیتون فقط با بینندگان عزیز میشنویم، ان شاء الله باز موضوع رو در برنامه بعد ادامه خواهیم داد ان شاء الله. و من از اینکه عزیزان ما رو همراهی کردند کمال سپاس رو دارم، اما یک به اصطلاح درخواست هم که این همراهی کافی نیست. ما تونستیم به اصطلاح به مهمانی خانه شما بیایم، اون هم لطف شما بود، اما حرفامون خیلی به خیلی‌ها نرسیده است. همونطور که وظیفه ما بود که تا توک پایی در مزاحم شما بشیم، الان از شما یک تمنا داریم که همین حرفای ما رو باز به دیگر عزیزان برسونید، همه با هم دست به دست هم بدیم، همه این جاهلیتی که خودمون ساختیم اینها رو کنار میزنیم، انشالله میشیم بنده های خوب خداوند و هممون انشالله خوشبختی رو میچشیم. آمین آمین. چقدر زیبا خواهد بود که ما بنده های خوبی برای الله متعال باشیم. تشکر میکنم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما خوبان و سروران که اجازه دادید تا میهمان لحظه های زیبای خانه های شما باشیم، تشکر و سپاس و تشکر و سپاس فراوان داریم از همه شما خوبان عزیزان و همچنین از احمد جان که و فرید جان و عزیزان پشت صحنه که تلاش میکنند تا این ارتباط با مدیر احمد جان که این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه هم تشکر خاص و ویژه داریم. در پایان از الله متعال برای گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت و رضایت الله متعال رو خواهیم و برای خودمون استقامت تا آخرین لحظه حیات و فوت و وداع این دنیا به امید رضایت الله متعال و با اسلام و توحید رو ازش خواهانیم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان و خوبان رو به الله متعال میسپاریم. الله یار و نگهدار شما.